به نام خداوند بخشنده و مهربان. همونطور که شما خودتان هم گفتید، با وجود این همه محدودیت حزب ما وقتی که 2% حتی کمتر از 2% اعلان کردن، طبیعی است که این رو هیچ کس قبول نخواهد کرد و نهضت اسلامی تاجیکستان هم این نتیجه رو نتیجه واقعی نمیدونه. ما حالا تصمیم گرفتیم که جلسه خواهیم داشت، هم جلسه شورای سیاسی و هم مسئولین نهضت که از منطقه جمع آمدن و بهای نهایی خود رو بعد از گرفتن نظر همه مسئولین حزب نهضت در سطح شورا خواهیم گرفت. طبیعی است که ما از این نتیجه راضی نیستیم و این رو غیر واقعی میدونیم. فکر میکنید چرا چنین شد؟ مثلا این کاری همون نهادهایی بود که مثلا یک برنامه آنتی نهضت داشتن و به هدفشون رسیدن یا چیزی دیگر؟ البته تلاش میکردن نشان بدن که اون برنامه به نتیجه رسیده است، ولی من فکر میکنم که این برنامه به نتیجه نرسید، چون که از این گونه انتخابات پرتقلب ملت باخته است پیش از همه و این بر ضرر خود حکومت انجام می شود، چون من نمیخواستم که حکومت جمهوری تاجیکستان مورد تنقید قرار بگیرد. طبیعی است وقتی که انتخابات ها پر از تقلب میگذرد، پیش از همه انتقادهای داخلی و خارجی به عنوان حکومت فرستاده می شود که ما طرفدار آن بودیم و هستیم، میمانیم که همیشه حکومت جمهوری تاجیکستان، ملت تاجیکستان، کشورمان مورد ستایش قرار بگیرد و همچنین کشور رو به دموکراسی بهاگذاری کرده شود. ولی این گونه برنامه ها و انتخابات ها طبیعی است که تاثیر منفی خواهند رساند. ما تاسف میخوریم از چنین نتیجه گیری. واقعا میدونستیم که فشارها هست، دشوار خواهد بود، ولی تا این حدش رو هیچ کس پیش بینی نمیکرد. من فکر میکنم چرا این بار مثلا دو حزبی که عمده بودند، کمونیست و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، صاحب یگان کرسی نشد؟ شاید ما در پارلمان های گذشته فعالتر بودیم و گاه نقطه نظرهای انتقادی هم میگفتیم و طبیعی است که شاید این به تبع حزب‌های دیگر نفورید و چون تصمیم گرفته شد. پس تقدیر مثلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چی خواهد بود؟ مثلا تقدیر هر یک حزب رو پیش از همه ملت و بعدا قانون حل میکند. در اساس خواسته ملت و در اساس قانون‌های کشور ما فعالیت خود را ادامه خواهیم داد و ما در نزد خود یک واقعیت را آشکار کردیم که واقعا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب مردمی هست و حزب مردمی خواهد ماند. ما پیش خداوند و پیش ملت صاف هستیم، مسئولیت خود را انجام دادیم، در آینده هم انجام خواهیم داد. یعنی به معنای بسته شدن حزب نیست؟ نه، من فکر نمیکنم که این به معنای بسته شدن حزب باشد، چون که هیچ دلیلی برای بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وجود ندارد و برای بستن یک حزب سیاسی باید دلیل‌های کافی وجود داشته باشد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در طول فعالیتش نه تنها به کسی دلیل نداده است، بلکه خود را همچون یک حزب معتدل قانون محور معرفی کرده است و تمام جهان و جامعه داخل کشور هم این را اعتراف میکنه. یعنی شما چه کار خواهید کرد؟ همچنان رهبری حزب خواهید ماند یا که اگر نقشه‌های دیگه هم دارید؟ ما در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچگاه تصمیم‌های خود را در زمینه احساسات نمیگیریم. همیشه بعد از بررسی، بعد از تحلیل همه طرفه تصمیم خواهیم گرفت و هر چی که به منفعت ملت و کشور هست، به منفعت حزب هست، همون تصمیم رو حتما خواهیم گرفت. حالا چیزی گفته نمیتونم. خب بعضی صحبت هم از قبل بود که گویا با شما یک معاملات هم شده است که وظیفه داده می شود. آیا چون گفتگوزارو هم بود یا نه؟ هیچ معامله و هیچ صحبتی با ما نبوده است و اگر که معامله و صحبتی می بود نتیجه گیری کردن. یعنی هیچ وعده وظیفه هم نگرفتید شما؟ یگان خیلی مشورت و مصلحت با ما نیست. سلامت باشید.